روزی 1 августи соли 2015 ما در توی معرکه میرزایف اشتراک کردیم. 3 ساعت توی رو با پورگی گذراندیم. بعداً میرزایف از دادن مبلغ دست کشیدند، با ما دغلانه رفتار کردند، هرچند که اونا مست بودند. ما یگان گپی زیادتی نگفتیم. بعداً از نامی آدمای کلان شونده حرف زدن، سخن کردن. ما چیکار کردنمون رو ندانستیم. مقصد من از نوشتن همین اظهارات همین است که با وزارت کارهای داخلی من همچون یک صنعتکار از حقوق خودم حمایت کنم. چرا محض من به وزارت کارهای داخلی مراجعت کردم؟ چون که میرزایف در همین ساحه کار میکردند و از نام محترم وزیر استفاده کرده صنعتکاران رو تهدید و تحقیر میکنند و من میخواهم که محترم وزیر دانند که چون نام این کس را استفاده میبرند و چون رفتار میکنند با ما.